لوبیا پلو توی بشقاب گل سرخی با سالاد شیرازی قطعاً یه چیز دیگه است. برای آماده سازیش شما اول باید بیاید 2 تا پیاز متوسط رو نگینی خرد کنید. بعدش یه مایتابه بیارید و پیازا رو توی مایتابه بریزید و با 5-6 تا قاشق روغن بذارید سر گاز تا تله رنگ بشه. حالا میایم لوبیاهای نیم پز شدمون رو به پیازمون اضافه میکنیم، کمی مخلوط میکنیم و ادویه‌های مورد نیازمون رو میریزیم، مثل نمک، فلفل، زردچوبه، کمی پودر سیر و البته کمی دارچین به خاطر عطر فوق‌العاده‌اش. حالا بیایید به اندازه 8 تا قاشق رب گوجه فرنگی قاطی موادتون کنید و اجازه بدید تا مواد سرخ بشه. توی این فاصله برنجی که از قبل خیس کردیم رو با موادمون مخلوط میکنیم. اجازه میدیم تا آب برنج کشیده بشه. حالا بیایم 2 تا سیب زمینی متوسط رو ورقه کنیم برای تدیگ لوبیا پلو. سیب زمینیامون رو کف قابلمه میچینیم و وقتی که آب برنج کشیده شد با کفگیر برنجمون رو داخل پلو پز یا قابلمه‌ای که سیب زمینی‌ها رو چیدید میذارید و غذاتون رو دم میکنید. حالا بیاین یه سال شیرازی خوشمزه درست کنیم. البته که سال شیرازی با پیاز بنفش خیلی خوبه. برای چاشنی سال شیرازی معمولاً آب لیمو استفاده میکنن، اما اکثرا هم آب قوره. در هر صورت به نظرم با هر دو طعم سالاد فوق العاده است. من تو اینجا از آب لیمو استفاده کردم، نمک، فلفل و کمی نعناع تازه خشک شده. برای دم کردن لوبیا پلو میتونید از زعفران تازه استفاده کنید، یعنی زمانی که شما لوبیا پلو رو داخل قابلمه ریختید زعفران دم شده دور برنجتون بدید، خیلی کمک میکنه به عطرش و به نظر من فوق العاده است. حتی میتونید روی برنجتون هم کمی پودر گل سرخ هم بریزید. حدود 40 دقیقه زمان برد تا لوبیا پلوی من آماده بشه و سال شیرازیم هم آماده شده. درست کنید، بخورید و لذت ببرید. نوش جان.